آیا می‌دانستین در دل جنگل‌های مکزیک جزیره‌ای وجود دارد که درخت‌هایش پر از عروسک‌های ترسناک است؟ جزیره عروسک‌ها یکی از ترسناک‌ترین مکان‌های دنیاست، جایی که صدها عروسک پوسیده با چشمان خالی به بازدیدکنندگان خیره می‌شود. داستان از جایی شروع می‌شود که مردی به نام دون خولیان سانتانا به این جزیره آمد. او ادعا کرد که روحی دختر بچه‌ای که در آب‌های جزیره غرق شده او را تعقیب می‌کند. برای آرام کردن روح این دختر، دون خولیان شروع کرد به جمع کردن عروسک‌ها و آویزان کردن آنها به درختان. اما هرچی زمان می‌گذشت، عروسک‌ها بیشتر و بیشتر می‌شدند. بعضی‌ها می‌گویند شب‌ها صدای خنده‌های عروسک‌ها شنیده می‌شود یا حتی دیدند که چشم‌های بعضی از آنها حرکت می‌کند. دون خولیان سالها تنها با این عروسک‌ها زندگی کرد تا اینکه جسد بیجان خودش را درست همون جایی پیدا کردند که اون دختر بچه غرق شده بود. امروز این جزیره به یکی از عجیب‌ترین مقاصد گردشگری دنیا تبدیل شده. اما آیا شما جرأت دارید شب را در این جزیره تنها بمانید؟